سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. امروز اومدیم آزمون قلمچی و مامامی یا ماماسیتا. میخوام یه سری نکات بهت بگم، بگی جلل جلوب. حله بریم ما بهتر کنیم بفهمی سوال حل کردن یعنی چی. بیا آدرس‌های چند شبکه به صورت جدول زیر نمایش داده شده. کدوم مورد صحیحه؟ آقا اولویت چیه؟ کلاس A. یعنی چی؟ تو به جای اینکه بری کلاس C رو حساب کنی، کلاس B رو حساب کنی، کلاس E رو حساب کنی، رنجشو بیا اول کلاس A رو حساب کن. کلاس A گفتیم که آقا از چند تا چنده؟ از 1 تا 120 7 یا 6. آفرین 6. گفتیم هفته استثناست داشته باش. واسه کارهای دیگه ازش استفاده میکنیم. آقا بیا کلاس A 36 یعنی بین رنج اینه. بعد کلاس A نوشته 129 بیشتره، پس میشه کلاس B. این خط میخوره، په هر جایی بود خط میخوره که نیست. بیا آقا این نوشته 124 توی رنج کلاس A درسته، ولی نوشته کلاس B، خط میخوره. B کدوم گزینه ها هست میشه؟ گزینه 4 هست میشه، گزینه 1 هست میشه. گزینه 2 و 3 رو نگاه میکنی، ت توی دوتاشون مشترکه، پس 100% ت درسته واسمون. دعوا سر الف و 3 هستش. بیا با هم بررسی کنیم ببینیم کدوم درست تره. آقا الف راحت تره به دست آوردنش یا 3؟ آقا این کلاس A دیگه، بیا کلاس A رو بررسی کن. این نوشته 36، خب کلاس A 36 درسته، نت آدرسش باید یکسان باشه، هاستاش باید 0 باشه که این کاملا درسته، میشه گزینه 3. حالا الف چرا غلطه؟ الف میبینیم که 163.25 نوشته کلاس B کاملا درسته، ولی الان اینجا نته باید ثابت باشه 2 بایت اولش، این هاستش باید 0 باشه، یعنی این شیشه باید 0 باشه، به خاطر همین میشه اشتباه. یعنی اومده آدرس شبکه کلاس C در نظر گرفته واسش، خط میکنه. آقا بریم سوال بعدی. بریم سوال بعدی. گفته چند تا از اینا صحیحه در صورتی که سیستمی هر دو نسخه IP ورژن 4 و 6 رو داشته و اولویت با 6. این کاملا درسته. IP ورژن 6 نسخه جدیدتر ایناست، اما تنظیمات سخت‌تر. نه، گفتم آقا IP ورژن 6 از همه لحاظ بهتر. تعداد آدرس‌های IP علی جان اینو بگیر. ببین اینو میخوام برات اثبات کنم، بگم چرا میگیم 2 به توان 32 میشه 4 میلیارد. بیا آقا 2 به توان 32 خب همون 2 به توان 10 ضرب در 2 به توان 10 ضرب در 2 به توان 10 ضرب در 2 به توان 4 هستش دیگه، درسته؟ حالا اینجا رو تو داشته باش. آقا 2 به توان 10 میشه 1024 ضرب در 1024 ضرب در 1024 ضرب در 4. این 2 به توان چیزه ها؟ 2 هستش. 2 به توان 2 هستش که جمع بزنیم میشه 32. 2 به توان 2 میشه 4. اوکی؟ آقا ما به جای اینکه 1024 در نظر بگیریم 1000 در نظر میگیریم. یعنی چی؟ یعنی داریم میگیم حدودی. یعنی چی؟ میشه 1000 ضرب در 1000 ضرب در 1000 ضرب در 2 به توان 2 هم میشه 4. اوکی؟ آقا این میشه 1 2 3 1 2 3 1 2 3 درسته؟ ضرب کنیم این 4 هم بهشون ضرب کنیم میشه 4. بچه ببین الان اگه جداش کنیم میشه 4 میلیارد. ببین حدود 4 میلیارد یعنی یه کمی از این 4 میلیارده بیشتره، چون داریم با 1024 ضرب میکنیم، ولی اینجا به صورت حدودی 1000 در نظر گرفتیم. کنکل منکله داشته باش، اینطوری باید بفهمیم. پس این اشتباهه. گفته IP ورژن 4 مبنای 2 جلل جلوب جلل جالب. IP ورژن 6 امنیت بیشتری نسبت به 4 داره. مسیحیابی این گفتم IP ورژن 6 از همه لحاظ بهتره، میشه گزینه 4. یک مورد. علی جان اینو میگیریم؟ ببین میخوام یه نکته بگم، بگی جلل جالب، بگی جلل خلوق، بگی یا ابوالفضل. نگاه کن یه نکته خفن، آدرس شبکه زوج برودکست فرده.
یا اول فصل بیا نشون. آقا 64 0 اینا توی حالت زوج قرار دارن، صفر هم زوج در نظر. 63 فرد اشتباه این روز، 31 فرد اشتباه این روز. آدرس شبکه همیشه زوجه، آدرس شبکه زوجه. آقا این فرد درست کاملا. سابنت مسکش رو نگاه میکنیم یکیه، یعنی دعوا سر الان کجاها هستش، دعوا سر برودکست و آدرس شبکهشون هستش. بچه نگاه کنید، من این بخش رو میخوام با برودکست حل کنم. نگاه بچه ها، گفته 3 بیت به سابنت مسک اضافه میکنیم، آدرس آی پی اینه. آقا 3 بخش اول چون کلاسیه، 3 بخش اول واسه نتورک بوده دیگه، نت بوده. خب این 80 100% توی زیر شبکه آخر نیست دیگه، چون ما بیایم زیر شبکه کنیم این 80-100% توی زیر شبکه آخر نمیفته که بشه 255 برودکستش. شما اون ویدیو رایگانی که تو چنل گذاشتم و ببینید، خب اینا رو میخورید، یعنی اینا واقعا دیگه براتون چیزی نمیشه. این سوال راحتی بود، یعنی لازم نبود حتی بیای زیر شبکه بندی کنی، یعنی سابنتینگ کنی. خیلی راحت بود، خیلی راحت بود. حتما برو تو چنل ببینش. بیا بریم بعد. شد گزینه 1. بیا بریم بعد. این واقعا خیلی سخته، اینو حل کنی یعنی خیلی سخت. چیزی در مورد فاطمه پریسا شنیدی؟ ها؟ فاطمه و پریسا امروز میشنوی، امروز میگی جلل جلو. بیا اومده گفته مجوز مؤثر دینای بر علاوه اولویت داره، یعنی هر چیزی که دینای شده دیگه سلب مجوز میشه. آقا این اینجا اومده رید و رایتو دینای کرده، خب دیگه طرف نه بتونه بخونه نه بتونه بنویسه، یعنی اصلا نو اکسس دیگه. این سخت بود، آقا گفته همه موارد زیر از مزایای مستقیم این تصمیم است بجز. در مورد DHCP داره صحبت میکنه، همه درسته یکی غلط. وقتی کارمند جدید به شبکه وصل میشه بدون هیچ تنظیم دستی به طور خودکار، کاملا درسته. داره میگه خودکار بدون اینکه دستی باشه داره بهش آی پی میده. دستگاه متصل به شبکه به دلیل تخصیص خودکار آی پی با خطای تداخل مواجه نمیشوند. این علی جان اینو باید با توسعه پودمان اول یه سال DHCP بیاریم، با اون 3 تا قانون توسعه بیایم اینو با هم بررسی کنیم. یه سال خیلی خوب تداخل بیاریم واسه شون که بگن جلل جلو، یعنی همه چی رو اتصال بدیم داشته باشه. آره دیگه، وقتی که DHCP داره آی پی میده، خب دستی نیست که همون آی پی قبلی رو بده به یکی دیگه، داشته باشه. تمام ترافیک شبکه بین دستگاه سرور به صورت رمزگذاری شده انتقال می‌یابد تا از نه دیگه، این اصلا ربطی به این نداره، اینو داشته باش. با جابجایی یه لپتاپ از بخش مالی به بخش فنی، دستگاه بدون نیاز به آی پی مجدد تنظیم آی پی آدرس آی پی دریافت میکنه. کاملا درسته، میشه گزینه 76. بیا در یک شبکه محلی تمام رایانا به طور پیش‌فرض از DHCP برای دریافت آی پی استفاده میکنه. آقا گفته اومدیم آی پی رو حذفش کردیم، آزادش کردیم. خب باید رینیو بزنیم که بیاد اوکی بشه دیگه. خب آدرس آی پی فعلی سیستم محلی آزاد میشه و بلافاصله آدرس آی پی آزاد میشه تا زمانی که از رینیو استفاده نشه باقی میمانه، یعنی سیستم اون بدون آدرس باقی میمونه. درسته، میشه گزینه 2. بریم بعدی. نه داداش اینو واسه من یه ویدیو مسیج میگیری بگن جلل جالب.
بچه‌ها یه سوال، تا الان چیز در مورد فاطمه و پریسا شنیدین؟ فاطمه پریسا، فاطمه کجایی؟ فاطمه کیا؟ فاطمه کیا؟ پریسا. آقا فاطمه تشکیل شده از F و A و پریسا تشکیل شده از P و R. یعنی این دوتا به هم تعریفشون نزدیکه، این دوتا به هم. حالا نگاه کن. گفته رکورد PTR همان عملکرد هاست رو داره. حالا اینو داشته باش. رکورد PTR پرکاربردترین رکورد ریسورس، نه گفتیم هاسته. این خط میخواد. در ریسورسز ریکورد تنها دو، نه دیگه گفتیم آقا انواع ریکورد داریم، اینا پر استفادهن. رکورد هاست نام دامنه رو به یه IP متصل میکنه. بچه ها حالا این فاطمه و پریسا کجا کاربرد داره؟ گفته PTR همون هاسته. بچه ها این ایه گوش بده، این ایه نشون دهنده همون هاسته. ببین پیه اینجاست، ایه اینجاست، پس اینا به هم مربوط نیستن. جلل جلوب. این از این. بریم سوال بعدی. در ارتباط با گروه سیستم کدوم گزینه نادرسته؟ هر کاربری که در حال استفاده میشه چی؟ در حال استفاده میشه اونر، سازنده. اصلا خیلی مشروط بود دیگه. این واقعا دیگه خیلی زایه بود. اینو اصلا نمیزدی یعنی واقعا نمیدونم چی کار میکردی. آقا برای دسترسی به پوش اشتراکی کاربر مجبوره که در طول روز چندین بار از آدرس UNC رو تایپ کنه. چه راهکاری میتواند به کاربر کمک کنه که نیازی به تایپ این آدرس نداشته باشه؟ خب میگن یه مپ درایو، مپ نتورک درایو ایجاد میکنیم دیگه. میشه گزینه 3 دیگه. اینا رو تو کلاس‌ها بیشتر باز میکنن، یعنی الان داریم تقریبا سطحی رد میشیم. مدیر هنرستان میخواد برای آقای محمودی معاونت اداری اینا مجوز بده. تا آقای محمودی فقط امکان خواندن و نوشتن داشته باشه، اما مجوز حذف نداشته باشه. آقا این 3 و 4 که کلا پرتن، یه دونه بیسیک داریم، یه دونه ادوانس داریم. آقا ادوانس و مجوزهای پیشرفته هستن. خب مجوزهای پیشرفته میتونیم بگیم آقا این کارو بکنه، این کارو نکنه. الان میگه این کارو بکنه، این کارو نکنه، میشه ادوانسه. این بیسیکا یه چیزای ثابت بودن. امیدوارم از این تحلیل لذت برده باشین. امیدوارم که بهترینا براتون اتفاق بیفته. امیدوارم بهتره کنید. خیلی دوستتون دارم. خدا یار و نگهدارتون.